آیا ما داخل یه شبیه سازی زندگی میکنیم؟ تئوری ماتریکس از علم تا واقعیت. فرض کن همه چی که میبینی ساختگیه، نه فقط خواب یا توهم، بلکه دنیای مجازی، یه شبیه سازی دیجیتال دقیق. مثل وقتی که یک کاراکتر توی بازی فکر میکنه واقعیه اما نیست. حالا سوال اینجاست، ما واقعا توی دنیای واقعی زندگی میکنیم یا فقط یه شبیه سازیم؟ عجیب‌تر اینجاست که خیلی از دانشمندای معروف دنیا میگن این فقط یه فرضیه دیوونه‌وار نیست، یه احتمال کاملا جدیه. تو این ویدیو میخوام باهات بری سراغ یکی از عجیب‌ترین سوالات تاریخ بشر. آیا ما داخلی ماتریکس زندگی میکنیم؟ سال 2003 یه فیلسوف سوئدی به اسم نیک باستروم مقاله منتشر کرد که کل جهان علم رو شوکه کرد. اون گفت فقط 3 احتمال پیش رو داریم: یا تمدن‌های پیشرفته‌ای به وجود نمیان، یا اگه بیان علاقه‌ای به شبیه سازی اجدادشون ندارن، یا اگه علاقه داشته باشن ما الان داریم توی یکی از همون شبیه سازی‌ها زندگی میکنیم. به زبان ساده بخوام بگم ما احتمالاً خود واقعیمون نیستیم، بلکه این نسخه شبیه سازی شده ایم. اینجا ماجرا کمی عجیب‌تر میشه. نیل دگراس تایسون، فیزیکدان معروف آمریکایی، گفته احتمالش هست که کل جهان ما یه شبیه سازی باشه. ایلان ماسک حتی پا رو فراتر گذاشت و گفت احتمالی که در دنیای واقعی باشیم کمتر از 1 در میلیارده. چرا اینا همچین چیزی میگن؟ چون وقتی به پیشرفت بازی‌ها، گرافیک‌ها و واقعیت مجازی نگاه می‌کنیم میفهمی که ما هم شاید فقط یک نسل از هوش مصنوعی، یه ابر کامپیوتر باشیم. الان ما داریم دنیاهای مجازی میسازیم. چرا یه تمدن پیشرفته تر این کار رو با ما نکرده باشه؟ فیزیک کوانتومی میگه تا وقتی یه ذره دیده نشه حالت مشخصی نداره. این یعنی انگار دنیای ما فقط وقتی که بهش نگاه میکنیم رندر میشه، درست مثل بازی کامپیوتری. جهان ما دیجیتالی به نظر میرسه. همه چیز توی طبیعت با قوانین ریاضی کار میکنه، انگار کد نویسی شده است. سرعت نور ثابته همیشه و همه جا. شاید اینم این محدودیت نرم افزاری باشه، یه سقف برای پردازش این شبیه سازی. الگوریتم هایی که توی این طبیعت هستن، مثل رشد درختها، حرکت سیارات، حتی DNA، همه شبیه کد نویسی کامپیوتری هستند. بیا یه نگاه بندازیم به چیزایی که الان داریم. واقعیت مجازی و متاورس که توش مردم کار و زندگی و معاشرت دارن. بازی‌های با گرافیک واقعی که دیگه فرق بین واقعیت و بازی رو نمی‌فهمیم. حتی چاپ سه‌بعدی اعضای بدن. حالا تصور کن 1000 سال آینده رو. آیا ما هم یه شبیه سازی نمی‌سازیم؟ پس شاید اونی که ما توش هستیم ساخته یکی از قبل‌تر از ما باشه. نظر مخالفات چیه؟ البته همه دانشمندا قبول ندارن. بعضیا میگن این فقط یه فرضیه فلسفیه، نه علمی. میگن هیچ مدرکی قطعی وجود نداره و حتی نمیتونیم آزمایش کنیم که بفهمیم واقعیه یا نه. یه سوال مطرح میشه، اگه راهی برای آزمایش یا رد این تئوری وجود نداشته باشه اصلا چرا باید دربارش حرف بزنیم؟ ولی خب هنوز خیلیا میگن فقط چون نمیتونیم ثابتش کنیم دلیل نمیشه که دروغ باشه. اگه این تئوری درست باشه چی؟ اگه واقعا داخل شبیه سازی باشیم چی؟ آیا میتونیم ازش خارج بشیم یا هکش کنیم؟ شاید هم باید فقط نقشمون رو تو این بازی ادامه بدیم. شاید یه روز یه نفر یه باگ توی دنیا و راه خروج رو بفهمه. یا شاید ما فقط شخصیت‌های بازیم و هیچ وقت قرار نیست بدونیم که کی هستیم یا اصلا چی هستیم. شاید هیچ وقت نفهمیم واقعا توی دنیای واقعی هستیم یا فقط یه شبیه سازی خفن. ولی یه چیز قطعیه، تو باید توی این بازی نقش اصلی باشی، نه بازی کنه درجه 2. انتخاب با خودته که چجوری زندگی کنی و چقدر تأثیر بذاری. ممنونم که همراه ما بودی. لطفاً ویدیو رو لایک کن، یه نظر بذار و کانال رو سابسکرایب کن.